خصوصا در اسلام تا سن بلاغت رسیدن دختر در فرمان پدرای، بیکر باشه در فرمان پدرای. پدر باید که برای او شوهر اختیار بکنه. برای همین است که دخترها فایده منفعت آینده شون نمیدانن، پدر و مادر میدانن. پدر و مادر میدونه که همین دختر در همین مردی که طلبگار شای در همین عائله آسوده میبیند، در همین عائله آباد میشود، در همین عائله این نشء نما مییابد، در همین عائله این ثمره و میوه پیدا میکند. پدر مادر میداند، دختر خودش نمیداند. دختر برای خودش نمیداند. دختر خیره ببینه همین سر و زلفش تازه است، دندونی طلایی داره، یک ماشینک داره، میگه بسیار خوبش یافته.